در این بینایی که در حالت صدموی است حدود 15 خانواده زندگی میکنند. این بینای 4 آشانه در نتیجه زمین لرزه و برف و بارانهای شدید به این حال آمده است. مولوده مومینова همراه فرزندان خردسالش تقریبا 10 سال باز با ترس و بیم اینجا زندگی میکند، ولی امکان مالی ندارند که به جای دیگر کوش بندد. تا دستگاه پرزیدنت رفتم، از دستگاه پرزیدنت هم کاغذ قلمم اومد، هیچی دستگیری نشد، یگون چی نشد، فقط پول می داشتی دستت بالا بوده، پول دار دستش بالا، ما کم بغلیم که ما پول نداریم که میشکره. علمی خونه رو به پول خریدیم، 7000 سامانی خریدیم، 60000 سامانی قرض قبول کردیم، از بانکو کردیت گرفتیم، ریمون کردیم. این شب روز 15 روز سراغ ما موندیم میخزمونم. دیگه هیچ کار کردن نمیتونم. 4 ساعت زمین در همیچی گفتم در عوض همی پله همی خونه رو رسخ کردید، 4 ساعت زمین تو میتونم خونه. این بنا در مرکز شهرک بوستان جایگیر شده است. اکثر باشندگان آن در گذشته کارگران فابریکه پخت تازه‌کنی حسن عبدالوف بودند و حق استقامت را نیز آنها دادند. ولی این فابریکه سال 2012 از بین رفت و خانه ها را خصوصی کردند. آمده خانه نرخ موندم آبا. خانه این دو خانگیش $4000، سه خانگیش $6000 گفتم. خیلی پولاشون 50% داده. برین تو میکنم، گفتم برین تو میکنم. رفته بانکو به قرض کرده داده. به همین انکو وای کرده. انکو 50% دیگه شاز ناداده های دیگه میکرده تخبس برد کرده داده. یک کریشه زد نزدم لیا. آخر شرایطم بعضی. اکثر باشندگان اینجا کمبیزاعت هستند و توانی بازسازی بنا را ندارند. با وجود مراجعت پیاپی به مقامات، آنها نمیتوانند مشکل منزل را حل کنند. حکومت ناحیه مسجد در یک نامه رسمی به رادیو آزادی پاسخ داد که این بنا ساختمانش ناتمام است و از کمیسی ناحیه قبول نگردیده است. همچنین در این نامه نوشته شده است که برای به حالت اولش برگردانیدن قرار رئیس ناحیه صادر گردیده به رهبر جمعیت حسن عبدالوف دستور شده است تا بنا را تخریب نمایند. کوشش ما برای دریافت نمایندگان شرکت حسن عبدالوف تا زمان نشر مطلب نتیجه نداد. پولی آبش میتیم، سویتش میتیم، انولیدم باشیم، پولی موسور میتیم، میگود اندازه نلو که ما خونیش دیگه ما میگود میتیمش. هم پلش استیم، هم باشه کویتانسور تخت کردیم در دستام موندیم دیگه شاهد نشون تیم گفتم. در همین حال ساکنان میگویند با وجود آنکه برای اقامت در اینجا مبلغ سپاریدند و خود را صاحب ملک میدانند، ولی از جانب مقامات محلی بارها برای ترک منزل‌هایشان آگاهی گرفتند. فرزا محمدی، رادیو آزادی، ناحیه مسجد.